هنگام گذراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده ماه آگوست سال 2023 با روی فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 560,000 سومونی گرفته وعده میدهد که در مدت یک ماه آنها را برمیگرداند، اما مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده عریضه مرد 55 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 8 ایول سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا دادت اسباب آسیابش را که ارزششان 8,000 سومونی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را جوان 24 و 25 ساله ساکنان شهر مذکور صادر نمودند. واحد به حادثه تفتیشات ادامه دارد.